در دوره جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروزها در شهر و ناحیه‌های مملکت تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری وسعت بخشیده می شود. در ادامه همین تشبث در دهات تگابه ناحیه رشت با سهم صاحبکار محلی غیور جورابکوف با اهل فرزندانش راههای بین دهوی تعمیر شده اینفراساختور دهات بهتر کرده می شود. گزارش در این خصوص. استفاده تکنیکای معاصری راهسازی، درک مسئولیت و تشبث‌های پیوسته ساکنان جهت دسته‌جمعانه اشتراک نمودن در این تدبیر نیک امکان فراهم آورد که در یک مدت کوتاه کارهای تخت و هموارکنی و سنگ و شغلپوش نمودن راهی بین دهه‌های دوآبه و کلندک دهات تگابه ناحیه رشت به انجام رسانیده شده اسفالت پوشکنی آغاز شود. راهی مذکور 3.5 کیلومتر بوده از دهه تگابه آغاز گشته تا دهه‌های دوآبه و کلندک دهات تگابه ناحیه را در بر میگیرد. این سه دهه دهات تگابه از مرکز ناحیه رشت در مسافه نزدیک 50 کیلومتر جایگیر بوده. ساکنان تا به امروز از نبودن راهی جوابگو به طلبات در همه فصل سال به مشکلات دچار میگشتند. با عملی گشتن اقدام نجیب صاحبکار محلی غیور جورابکوف با اهل فرزندانش این مشکلات اساسی ساکنان برطرف شده در سمت بهترشوی اینفراساختور دهات قدم‌های استوار گذاشته می شود. ما با اهل فرزندانمان تصمیم گرفتیم که راهی بین قشلاق دوآبه تا کلندک ما فرش کرده بعد مردم در حسابی برق خیلی تنقیصی میکشیدن ترانسفورماتور آوردیم. در دایره جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در همه دهات ناحیه رشت با سهم مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری جریان دارد. اجرای سریوقتی دستور سپارش و پشتیبانی از سیاست موفقانه و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با بهترشوی اینفراساختور دهات و بلند گردیدن سطح زندگی ساکنان این ناحیه مملکت زمینه گذاشته است. امروزها بخشیده به جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت یک قطار کارهای آبادانی به انجام رسیده است و مخصوصا امروز در جماعت دهات تگابه از طرف صاحبکار محلی جورابکوف با اهل فرزندانش از دهه تگابه تا دهه کلندک در مسافه زیاده از 3.5 کیلومتر راههای محلی فرش کرده ایستاده‌اند. صاحبکار محلی غیور جورابکوف با اهل فرزندانش برای با صفت بلند و جوابگو به طلبات زمان ساخته به استفاده دادن راه مذکور متخصصان ورزیده را جلب نموده کارهای انجام داده شده و محصولات دسترس گردیده پیوسته نظارت کرده می شود. نتیجه توجه دائمی جلب متخصصان و تکنیکای معاصر راهسازی است که امروزها کارهای ساختمانی در راه بین دهه‌های دوآبه و کلندک دهات تگابه ناحیه رشت با سرعت جریان داشته روزهای نزدیک پس از ساختمان و نوسازی مورد بهره برداری قرار داده می شود.